سلام تماشابینان گرامی، عید استقلال تاجیکستان به یکایک شما مبارک باد. خلاصه خبرهای مهم 9 سپتامبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. ده شبانه روز افسر افسرهای تاجیک رالیک برای اطاعت نکردن به میلیسیا به مقصد ناپاک خود نرسید. 16 سال حکم زندان روزانه تبر بده است. افتتاح رمز 121 متری استقلال و آزادی در مرکز پایتخت تاجیکستان. مادر یگانه وکیل تاجیک دومای دولتی روسیه از عالم چشم پوشید. زمین لرزه 4.9 بالی در مرز تاجیکستان با قرقیزستان. بازداشت یک مبارز ضد کروپسیا در اوش با 17 کیلو چرس افغانی. درگذشت ملکه بریتانیای کبیر الیزابت دوم. و اکنون تفصیلات خبرها. رپسرای جوان تاجیک رمضان مرادوف متخلص به رالیک که 24 سال دارد با جرم اطاعت نکردن به کارمندان میلیسیا برای 10 شبانه روز حبس کرده شده است. نزدیکان رالیک گفتند که او را روز 5 سپتامبر سال 2022 در نزد خانه‌شان در ناحیه شومنصور در پی یک بحث لفظی با کارمندان میلیسیا دستگیر کردند. ماهره مرادوف و مادر رالیک به رادیو آزادی گفته است که کارمندان میلیسیا لباس ملکی در تن داشتند و رالیک آدمان ناشناس را در درآمدگاه بنا دیده از آنها کی و چه بودنش را پرسجو کرده است و در این زمینه با آنها وارد بحث شده است. کارمندان میلیسیا گفتند که رالیک با این بحثش به کار آنها خلل رسانیده است. تفصیلات دیگر این قضیه و نظر خود رالیک دسترس نیست. رالیک اساساً در موضوعهای عشقی و مشکلات جوانان تاجیک در سبک رپ ترانه می‌سراید. کانال او در یوتیوب رالیک اوفیشال 355,000 آبونچی دارد و برخی ترانه‌هایش تا 200,000 تماشابین جمع آوردند. چند پیش عثمان یک بلاگر و رپسرای شناخته تاجیک نیز خبر داده بود که او را برای بحث با یک بلاگر 10 شبانه روز حبس کردند. همین طور سردار میلیسیا شهر نورک اخیراً از بازداشت یک بلاگر محلی بعد نشر ویدیوهای تنقیدی در اینترنت خبر داد. این نخستین مورد بازداشت رپسراها و بلاگرها در تاجیکستان در وقت‌های اخیر نیست. ماه‌های ایون و ایول باشد مقامات تاجیکستان یک باره 4 ژورنالیست و بلاگر شناخته دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمدزاده و ذوق‌بیک سیدامینی را به حبس گرفتند. از ماه‌های می به این سو دست کم 6 ژورنالیست و بلاگر زاده بدخشان نیز در رابطه با حادثه اخیر در این ولایت مختار به پشت پنجره انداخته شدند. دادگاه شهر دوشنبه زاده و ساکن پایتخت سفاروف نظرالله سیداللهویچ را بر اساس ماده های 249 قسم 3 بند گ 3 مورد روزانه با رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی و 32 قسم 3 104 قسم 2 بند ای 3 سوی قصد به آدمکشی به نیت غرضناک مربوط به روزنی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان گناهکار شناخته به 16 سال محبس نظامش سخت محکوم کرد. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز 8 سپتامبر سال 2022 با نشر تفصیلات این پرونده خبر داد که نظرالله سفاروف در اول ماه نوامبر سال 2021 در بین همگی 5 روز 2 فروشنده مغازه و 1 راننده تاکسی را با مقصد غارت پول و مال آنها کشته شده است، ولی قربانیان با امر تصادف زنده ماندند. سفاروف در 2 مورد به فروشنده مغازه شکرانه در کوچه نعمت قربایف و راننده رخش تاکسی با تبر حمله آورده به ضد فروشنده مغازه مین مارک در کوچه جومی از کلید گاز گرانوزن استفاده برده است. بنا به گزارش دادستانی نظرالله سفاروف سانه 20 نوامبر سال 2021 تقریبا ساعت 23 دقیقه با مقصد به دست آوردن مبلغ برای راهزنی با تبر آهنی در دست با بهانه خریداری کردن از فروشنده محمدوف خواهش می نماید که به او انگور برکشد. فروشنده محمدوف سرگرم برکشیدن انگور می شود و در این لحظه سفاروف از فرصت مناسب استفاده برده از جزدانش تبر و برآورده به محمدوف هجوم کرده یک ضربه به پشت سر او میزند. در نتیجه محمدوف به زمین افتیده از هوش می رود. بعدا او محمدوف را کشاله کنان به نزد خزینه آورده از داخل خزینه مبلغ 4000 سومونی را می گیرد. هنگام از داخل خزینه برآمدن او می‌بیند که محمدوف به هوش آمده است و با مقصد به قتل رسانیدن با تبر 4 ضربه دیگر به سر و رویش میزند که در نتیجه محمدوف باز از هوش میرود. همین طور نظرالله سفاروف تکرارا با مقصد به دست آوردن مبلغ برای روزنی سانه 6 نوامبر سال 2021 تقریبا ساعت 2 شب از نزد داروخانه گرند ماشین شرکت مسافرکشانی رخش تاکسی رقم قید دولتیش 9266 تا 05 تحت اداره راننده صاحب نظرف مرادبک که رو کرده با مقصد عملی نمودن نقشه تحریزی کردهش مخصوص در نشستگاه عقب در پس راننده نشسته فرمایش میدهد که به سمت کوچه
نعمت قربویف حرکت نماید. در راه او مخصوص جای مناسب یعنی به اودم را انتخاب کرده هنگام به نزد بنای رقم 92 کوچه نعمت قربویف رسیدن از راننده صاحب نظرف طلب می نماید که اتومبیل را نگاه دارد. هنگام در نقطه فرموده‌اش توقف کردن او از امکانات مناسب استفاده برده با تبر آهنی به صاحب نظرف هجوم کرده در مجموع 3 مرتبه به پشت سرش میزند که در نتیجه او جراحت جسمانی میبردارد، ولی راننده خود را محافظت کرده از دست سفروف تبر را کشیده گرفت و از ماشین بیرون میشود. در نتیجه سفروف به مقصد ناپاک خود نرسیده از جای حادثه فرار میکند. سفروف تکرارا بازم با مقصد به دست آوردن مبلغ با روی راهزنی صحنه 7 نوامبر سال 2021 تخمین ساعت 16 وارد مغازه فروش خوراکواری مینی مارکت در کوچه جامی به نوع رقم 8 شده از فروشنده آن کریموف خسروشو خواهش می نماید که به او پیچینی برکشد. فروشنده کریموف سرگردان برکشیدن پیچین شده سفروف باشد از فرصت مناسب استفاده برده از جیبش کلید گازی حجم خرد با خود آوردهش رو برآورده دیده و دانسته که کریموف بیخبر است نهانی به وی هجوم کرده زیاده از 10 ضربه به پشت سرش میزند. فروشنده کریموف خود را محافظت کرده از جایش برخیسته امکانیت نمیدید که سفروف بازم وی را زیر التکوب قرار دهد. در این لحظه میزاجان وارد مغازه شدند و سفروف ترسیده به مقصد ناپاک خود نرسیده از جای حادثه فرار میکند. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان از افشا و پیشگیری فعالیت یک گروه بین المللی قاچاقبر مواد مخدر خبر داد که توسط تاجیکستان و قرقیزستان به قاچاق مواد مخدر سخت تاثیر اشیش معروف با نام چرس افغانی مشغول بودند. یکی از بازداشت ها عضو قرولتای مبارزه با کروپسیا بوده است. بنا به گزارش کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 8 سپتامبر سال 2022 در جریان یک عملیات ویژه در چارچوب چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی در حدود ولایت اوش در جنوب این جمهوری 3 ساکن ولایت اوش و جلال آباد با اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند. کمیته امنیت گفت یکی از دستگیر شده ها عضو سازمان جمعیتی الدک پلاتا در قرولتای مبارزه با کروپسیا بوده. مقامات از او و 2 بازداشت شده دیگر در مجموع 17 کیلو و 192 گرم چرس افغانی یافته گرفتند. همه بازداشت شده ها به تحقیقگاه ریاست امنیت ولایت اوش انداخته شده. حالا تلاش‌ها برای کوفتکوف اعضای دیگر این شبکه قاچاقبر ادامه دارد. افغانستان یک تولید کننده اساسی مواد سخت تاثیر مخدر نوع‌های هیروئین، افیون و اشیش به شمار می رود. مواد مخدر از افغانستان از جمله از طریق کشورهای آسیای مرکزی با شمول تاجیکستان و قرقیزستان به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً بر روسیه و قزاقستان قاچاق کرده می شود. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. شبکه ایستگاه‌های زلزله‌نگاری وزارت حالت‌های فوق‌العاده قزاقستان خبر داد که شب 9 سپتامبر سال 2022 ساعت 02:29 دقیقه به وقت المتا در مرز تاجیکستان با قرقیزستان در عمق 5 کیلومتر زمین لرزه رخ داده است. شدت این آفت طبیعی در مرکزش طبق جدول ریختر 4.9 بال را تشکیل داده است. در این کوردینات‌های نشان داده زلزله‌نگاران قزاق کول آیکول جایگیر شده است. این کول نه چندان بزرگ، مساحتش 820 متر مربع، کوهستان ناحیه لیلک در قطارکوه‌های ترکستان در نزدیکی مرز با تاجیکستان مثل کول سرز تاجیکستان از حساب فرو رفتن یک پاره کوه و بستن پیش روی مجرای دریا به وجود آمده است. زلزله‌نگاران تاجیک تا این ساعت این خبرها را شرح ندادند. درباره کدام خسارات جانی یا مالی بر اثر این آفت طبیعی گزارشی هنوز به دست نرسیده است. مرکزهای زلزله‌نگاری قبلا خبر دادند که روز 8 سپتامبر سال 2022 ساعت 13:20 دقیقه به وقت محلی در مرز ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان با ولایت بدخشان افغانستان یک زمین لرزه دیگر به وقوع پیوست. شدت این زمین لرزه را در مرکزش 40 کیلومتری شمال و غربی مرکز ناحیه اشکاشم طبق جدول ریختر 4.4 بال برآورد کردند. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می‌شوند. یادآور می‌شویم دوم ایول سال 2021 بر اثر زمین لرزه در وادی رشت 5 ساکن ناحیه تاجیک آباد به هلاکت رسیده. در این ناحیه و ناحیه رشت بیش از 200 خانه خراب شد. شام 8 سپتامبر سال 2022 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و پسر کلانیش رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه رستم امامعلی در مرکز پایتخت در یک مراسم متنتن میدان استقلال و مجمع معماری رمز استقلال را
افتتاح کردند. خدمات مطبوعات پرزیدنت گفت 121 متر بلندی مجمع استقلال رمزی بوده، 30 متر قسم پایانی مجمع رمز 30 سالگی استقلال دولتی و قسمت بالایی 91 متر مضمون در سال 1991 عصر گذشته به دست آوردن استقلال را افاده می کند. مساحت عمومی مجمع رمز استقلال 11900 متر مربع را در بر گرفته، میدان زیر ساختمان 4761 متر مربع می باشد. مجمع میدان استقلال از بخش‌های علاوه عبارت بوده. رمز استقلال در مرکز باغ بنا آرا یافته و اطراف آن را 14 دیوارنگاره اندازه 9 بر 5 از 20 متر احاطه نمودند. در این 14 دیوارنگاره تاریخ زیاده از 6000 ساله خلق تاجک وابسته به مرحله های تاریخی با عکس و رمزها تحت عنوان های گوناگون تصویر یافته است. آشیانه یکم مجمع استقلال از 7 تالار کشاد و بر هوای نمایشگاه قبول میمانان اول قدر و تالار سینمای 5D با 12 جای نشست عبارت بوده. در آشیانه دوم آثارخانه تاریخ شهر دوشنبه تشکیل کرده شده است. آثارخانه از گالری و تخت تاجکان عبارت بوده. در آن اساساً بازیافت‌های آرکئولوژی که در حدود شهر دوشنبه یافتند جمع آورده شده است. یکی از جایهای جالب مجمع رمز استقلال میدان تماشای آن می باشد. آن در آشیانه 14 در بلندی 94 متر جایگیر شده است. میدان تماشا دایره شکل بوده، دارای 4 دوربین کلان حجم تلسکوپ می باشد. مساحت عمومی میدان استقلال 30 هکتار بوده. 2.7 هکتارش را مکان برگزاری چهاربینی‌های سیاسی فرنگی تشکیل می‌دهد. گفته می‌شود در میدان استقلال بیش از 200 نفر از شهروندان اکثرا زنان با جای کار تامین گردیدند. بعد افتتاح میدان استقلال و مجمع رمز استقلال امامعلی رحمان در نزد حاضرین سخنرانی کرد و سپس هنرنمایی استادان صنعت تاجک و راهپیمایی‌ها با اشتراک بیش از 30,000 نفر دایر شد. خدمات مطبوعات پرزیدنت گفت در چهاربینی با شکوه ایدانه از جانب اهل هنر سرودهای ترنم کننده زیبایی‌های دیار باستانی، شکوه و شهامت وطن عزیز، دستاوردهای استقلالیت دولتی پیشکش کرده شد. بمرحمت عظیمووا مادر یگانه وکیل تاجیک دومای دولتی روسیه رحیم عظیموف شام 8 سپتامبر سال 2022 در سن 93 از عالم چشم پوشید. به گفته نزدیکانش بمرحمت عظیمووا به علت پیری چند وقت باز بستری بود. مراسم نماز جنازه مرحوم روز 9 سپتامبر پیش از نماز جمعه در مسجد جامع دیهه سرخ در کنار شهر اسفرت دایر می شود و سپس بمرحمت عظیمووا را در آرامگاه زادگاهش دیهه نیمن به خاک می سپارند. به گفته نزدیکانش همه منتظر از مسکو آمدن رحیم عظیموف می باشند. پسر دیگر مرحومه عظیم عظیموف یک مدت رئیس نویه 8 ولایت سغد بود، ولی فرزند از همه مشهورش البته رحیم عظیموف یگانه تاجیک است که مقام وکیل دومای دولتی مجلس پایانی پارلمان روسیه را به دست آورده است. رحیم عزیزبایویچ عظیموف بار اول سال 2016 از حوزه یک منداته کیروف از نام حزب حاکم ادین روسیه وکیل دومای دولتی دعوت هفتم انتخاب شده عضو کمیته امنیت و مبارزه با کروپسیا می باشد. عظیموف دکتر علم‌های تکنیکی و یگانه زاده تاجیکستان است که وکیل مجلس پایانی پارلمان روسیه انتخاب شده است. رحیم عزیزوف 16 آگوست سال 1964 در شهرک شوراب نویه اسفره ولایت لنین‌آباد اولو سوخت در شمال تاجیکستان به دنیا آمده است. اما زادگان دیهه نیمن میگویند اصل رحیم عظیموف از نیمن است و حتی مکتب نیمن را به نام پدر او عزیزبای عظیموف نامگذاری کردند. آنها میگویند رحیم عزیزوف در نیمن بنیاد چندین انشاءات از جمله تالار ورزشی و ورزشگاه را به دوش گرفته است. او سال 1986 دانشکده معدن شهر لنینگراد را ختم کرده تا سال 1991 در کان انگشت ورکوتینسکا کار کرده است. او سپس در باشگاه ورزشی استرایتل، نماینده جمهوری قومی در مسکو، روسکنترول، روستکنولوژی و شرکت اورالخیم کار کرده. سال 2002 اکادمی دیپلماتی روسیه را نصف ختم کرده. سال 2004 در دانشکده معدن سنت پترزبورگ رساله دکتریش را حمایت کرد. رحیم عظیموف چند سال در دانشکده درس هم میداد. بر اساس ترجمه اول رسمیش رحیم عظیموف از لحاظ عقیده مذهبی مسلمان سنی می باشد. عظیموف در اول سالهای 90 در روسیه ازدواج کرده است. او و همسر روسش الینا عظیمووا 3 فرزند، 1 دختر و 2 پسر دارند.
ملکه بریتانیای کبیر الیزابت دوم که 70 سال بر تخت پادشاهی این کشور نشسته بود، در سن 96 در قرارگاهش در بالمورال شتلندیا از عالم چشم پوشید. در این باره شام 8 سپتامبر سال 2022 قصر بوکینگهم خبر داد ملکه امروز در بالمورال آرامانه از دنیا رفت. گفته می شود در اظهارات قصر بوکینگهم که شام پنجشنبه در دروازه قصر پادشاهی بریتانیا آویختند. بلافاصله پسر الیزابت دوم چارلز پادشاه نو بریتانیا و رهبر 14 کشور عضو اتحادیه و همسر او کامیلا ملکه اعلام شدند. چارلز تحت نام کارل سیوم پادشاهی خواهد کرد. کارل سیوم گفت مرگ مادرش برای او و اهل خانواده پادشاهی یک لحظه اندوه بزرگی بود و تأثیر از دست رفتن ملکه الیزابت دوم را تمام دنیا احساس خواهد کرد. دوران پادشاهی الیزابت دوم سال 1952 آغاز یافته بود و 8 سپتامبر سال 2022 به پایان رسید و مال تاریخ شد. طی 70 سال پادشاهی الیزابت دوم بریتانیا چند مرحله بزرگ تاریخی را پس سر گذاشته، از جمله بعد جنگ دوم جهانی خود را برقرار کرد. مقام امپرای جهانی را از دست داد. در جنگ سرد همراه با دیگر کشورهای غرب بر اتحاد شوروی غالب آمد، به اتحاد اروپا پیوست و از آن خارج شد. در عهد الیزابت دوم در بریتانیا 15 سروزیر عوض شد. این روی خط از وینستون چرچیل سر می شود. طبیبان هنوز روز سه‌شنبه 6 سپتامبر از وضع سلامتی ملکه اظهار تشویش کرده بودند و تمام فرزندان و نبیره ولیعهدش شاهزاده ویلیام در بالمورال جمع شدند. روز 8 سپتامبر نبیره دیگر او شاهزاده هاری نیز به بالمورال آمد. مراسم وداع و دفن الیزابت دوم را پادشاه نو بریتانیا کارل سیوم رهبری خواهد کرد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.